الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. دوستان گرامی، در قرآن کریم هر جایی که در مورد جنت صحبت می رود، در مقابل آن در مورد جهنم هم آیات ذکر می شود. از همین لحاظ بعد از اینکه در مورد جنت صحبت ها داشتیم، امروز کمی در مورد جهنم هم صحبت میکنیم. آتش جهنم در روز محشر، هنگامی که انسان ها در محشرگاه استاده اند، آورده می شود. چونکه الله سبحانه و تعالی می فرماید وجیء یومئذ بجهنم، یعنی روز قیامت، روزی که مردم در محشرگاه استاده اند، آتش جهنم آورده می شود. و حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید یؤتی بالنار ولها 70,000 زمام، آتش جهنم آورده می شود در حالی که 70,000 دستقب دارد. 70,000 جایی که از آن می گیرند آتش جهنم را، و در هر یک جایی که از آن می گیرند، دستقب یا اینکه جایی که از آن می دارند، 70,000 ملائکه وجود دارد. یعنی 70,000 ملائکه تنها یک دستقب آن را می گیرند و آن را کشانده به محشرگاه می آورند. این بزرگی آتش جهنم را نشان می دهد که چقدر بزرگ است. و آتش جهنم چشم دارد، می بیند. هنگامی که او را می آورند به محشرگاه و جهنمیان را که می بیند، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، الله سبحانه و تعالی می فرماید هنگامی که جهنمیان را آتش جهنم از دور می بیند، این جهنمیان آواز جهنم را می شنوند، در حالی که جهنم بسیار در قهر و غضب است و از آن آواز زفیر خارج می گردد. آواز زفیر همان آوازی است که انسانی که بسیار در یک حالت غضب باشد، از داخل آن یک آواز خارج می گردد بسیار به قهر و غضب، آن را زفیر می گویند. و آتش جهنم به اندازه سوزان است که از آتش این دنیا 70 مراتبه سوزانتر است، زیرا که این آتش دنیا به خاطر یادآوری از آتش جهنم است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که جعلناها تذکرة، ما این آتش دنیا را به خاطر یادآوری آتش جهنم ساخته ایم. و پایان جهنم در حدیث آمده است که روز اصحاب کرام نشسته بودند و یک آوازی را شنیدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود آیا می دانید که این چی آواز است؟ آنها گفتند که الله و رسوله داناتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این یک سنگ است که 70 سال پیش انداخته شد در آتش جهنم و الان به پایان جهنم رسید. یعنی به این اندازه پایان جهنم بسیار چقر است. و از همه عذاب کمترین برای شخصی است که از
پایانی پای آن آتش گذاشته می شود، یا اینکه برای آن یک پاپوشویی می سازند که در بالای آن می ایستد و مغز سر آن می جوشد. این از همه عذاب کمترین آتش جهنم است. و هنگامی که جهنمیان و کافران داخل جهنم می گردند، بعد از اینکه می سوزند و پوستهای آنها می سوزد، الله سبحانه و تعالی پوست آنها را دوباره خلق می کند. الله تبارک و تعالی می فرماید: ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا. آنانی که کفر ورزیدن به آیتهای ما، آنها را ما داخل جهنم می سازیم. کلما نضجت جلودهم، هر وقتی که پوستهای آنها بسوزد، بپزد، بدلناهم جلودا غیرها، ما دگرگون میکنیم آنها را به پوستهای دیگر، یعنی پوستی نو برای آن میدهند. به خاطر چی؟ به خاطر که لیذوقوا العذاب، تا اینکه عذاب را بچشند. الله سبحانه و تعالی برای جهنمیان لباسی از آتش جهنم می سازد. قطعت لهم ثياب من نار. برای جهنمیان لباسی آتشین می سازند که از بالای سر آنها آب جوش و سوزان می ریزند و هر چیزی که در داخل آنها وجود دارد آنها آب می گردند. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر به ما فی بطونهم والجلود. یعنی بعد از اینکه آب سوزان بر آنها ریزانده می شود، پوست و هر گوشتی که در داخل آنها است همه آن می ریزد. در دیگر آیتی که در سوره همزه است، الله سبحانه و تعالی می فرماید: نار الله الموقده. آتش الله سبحانه و تعالی که بسیار سوزان است. التي تطلع على الافئده. آن آتشی که بر دلها می رسد، یعنی به اندازه آدم جهنمی می سوزد که آتش به دل آن می رسد و دوباره خلق می شود. دوباره تمام گوشت و پوست آن بر جای خود بر می گردد و باز هم می سوزد. همین طور همه وقت این آتشی الله سبحانه و تعالی کافران و کسانی که در آتش جهنم هستند آنها را می سوزاند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از آتش جهنم نجات بدهد. همه وقت دعا کنیم که الله مهربان ما بندگان گناهکار را از آتش جهنم نجات بدهد، زیرا که هیچ کس به عمل خود داخلی جنت نمی گردد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که آیا شما هم به عمل خود داخلی جنت نمی گردید؟ گفت که نه، مگر اینکه الله سبحانه و تعالی به رحمت و مغفرت خود من را بپوشاند. همین گونه تمام بندگان الله سبحانه و تعالی تنها به رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی داخل جنت می گردند. یعنی اگر ما هر روز و هر ثانیه در سجده باشیم و تنها عبادت الله سبحانه و تعالی را بجا بیاوریم، باز هم نمی توانیم که شکرانه این همه نعمت هایی که برای ما و شما داده است آن را بجا بیاوریم. از این لحاظ باید تنها وسیله‌ای که ما و شما را داخل جنت می‌گرداند و از آتش جهنم ما را نجات می‌دهد همین دعا است که همیشه دعا کنیم الله سبحانه و تعالی ما را داخل جنت بگرداند و از عذاب جهنم ما و شما را خلاص بگرداند.